سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از چنل بنده. من جیمز هستم و امروز با شما هستیم در سرور راکستار MTA با بررسی ایونت عکس برداری همون کامرامن که روی سرور فعاله و یکی از ایونت ها هستش که بعد برید ایونت های ماجراجوییه. میخوایم بریم این ایونت رو با هم دیگه انجام بدیم و تمام مکانهای عکس برداری ها رو به شما نشون بدم تا این مرحله رو بتونید به پایان برسونید و برید سراغ مرحله دیگه. و برای اینکه اگه بخوایم مرحله ها رو ببینید یا کلا ببینید چه ایونت های بازه چه ایونت های سرور فعاله، دکمه اف میزنید. این پله میزونا کلا براتون باز میشه. ادونچر رو میزنید به گزینه اول و کامرامن که اینجوری بقیه اسما قفله چون که نرفتیم بعد بدون این رو بریم تا بعدیاش باز میشه. بعد الان واسه ما زده که یعنی همون کامل نکردیم. اگه مثلا کامل کنیم اینجا میزنه کامپلیت. بعد اینجوری حالا بریم سراغ ویدیومون که ببینیم بعد چیکار کنیم. اول از اینکه شما میخواین ایونت رو برید باید برید بعضی از مکانهای شهر دوربین رو بردارید و تمام مکانهای عکس برداری هم تو شهر السه. اینم باید داشته باشید. چند شهر هستش که دوربین عکاسی هستش تا شما اون رو بردارید تا بتونید عکاسی کنید. یه دونه اینجا پشت ملی که این قسمتش میشه اونجا داره میچرخه، اینو اونجا میتونید بردارید. یه دونه میشه پیش پنت هاوس که این قسمته که برمیدارید و قسمت های دیگه هم هست که حالا این دوتا بهتر دم دسته. شما وقتی بین اینجا پیاده میشید بردارید اینجوری میاد واسه شما دوربین عکاسی. اینجا چند تا هم میتونید بردارید خالی. خب یه همون با شما 50 تا دونه کمتر جوابین عکس نمیگیری و چی کارتون راه بیفته. اینجوری میتونید بردارید. خب این از این. بعد وقتی شما دوربین رو بردارید ناکن مثل یه دونه اونجا هستش الان برای عکس برداری که اینجا یه عکس یه آیکون مثل فیلمه مثل عکس که از این بعد اینجوری عکس بگیرید. خب که من از اینجا عکس گرفتم حساب شد. الان شما از معلوم مشخص شده عکس بگیر. خب گفته که شما باید از محله مشخص شده عکس بگیرید 25 تا دونه. خب 25 تا دونه باید عکس بگیریم ما از محله مشخص شده که ما یه دونه رو گرفتیم. خب بعد من الان کلا با لیست میخوام بریم جلو تا هم شما گمراه نشید همین که بریم خلاصه تمامش کنیم. بعد این از این. خب اولی تو لیست ما گفته که ورودی پل فیش 2 بالای ساختمون زرد. خب بریم الان فیش 2 بالای ساختمون زرد. کجا میدیم چیکار صدوف بس بری کنیم نترکی. ورودی پل فیش 2 فیش 1 اینجا میشه فیش 2. خب اینجا بعد دیگه میان این قسمت که برای مجسم است که برای مجسم هم برای ما الان افتاده بیرون نمیم شده. ولی خب آن ورودش یعنی از اون بالا میشه ورود میکنیم میان این قسمت. بعد اینجا این کن این دومیش. حالا من دوباره بازم به ترتیب میریم. یکم زوم کنید با اسکرول موستون همون غلطکش. بعد عکس میگیره یکم گیره یکم حالا اینوری کنیم همینجوری میگم. مثلا بعضی موقع عکس میگیره باید دور بشید نزدیک بشید دقیقا زوم روش میگیره. رفتید تو برگاه
بگیر دیگه. ها گرفت. بعد بیایم این قسمت اینجا بگیریم. خب این دومی عکسمون، شما هر بارم که عکس برداری کنید بهتون یه رسپکت میده. یعنی اگه 25 تا عکس بگیرید 25 تا دونه رسپکت میگیرید و آخرش هم فکر کنم یه جایزه دیگه هم به شما بده وقتی کاملش میکنید. که حالا با هم دیگه کاملش کنیم. گانشاپ، میریم سراغ گانشاپ شهر که اونجا هم هست عکس بگیریم. خب گانشاپ میشه اینجا، این بالای گانشاپ. خب میایم از این سیف زونش بیرون که اینجا بتونیم دوربین دستمون بگیریم. وقتی که دستمون گرفتیم توی زوم میکنیم و عکس میگیریم. این سومی عکس ما. بعدش زده مترو بانک مرکزی. من اینا رو بازم نزدیکتر به این لوکیشن ها هست ولی میخوام به ترتیب اون لیست برم. لیستم پایین این ویدیو براتون میذارم که قشنگ با لیست برید و گمراه نشید. بالای مترو بانک مرکزی که این برای مترو بانک مرکزیه که شما اینجا سیفتون دارید میید بیرون و اینجا زوم میکنید و عکس برداریتون انجام بدید. خب این الان 4 تا از لوکیشن ها که بعدیش الان ما به ورودی پل فیشدور رفتیم، گانشاپ رفتیم، مترو بانک مرکزی، بالای مدیک سمت راست. خب بریم الان سمت مدیک. بالای مدیک سمت راست 25 تا رو تکمیل کنیم و تمام. میایم این قسمت اینجا پیاده میشیم و اینجا هم سیف زون داره. حواستون باشه که بیرون از سیف زون بتونید دوربین دست نکنید. من الان اگه برم توی سیف زون نمیتونم عکس برداری کنم، هرچی میزنم عکس برداری نمیکنم. خب که میام بیرون بالای سمت راست اینجا میشه سیف زون هم رد. یعنی خب عکس گرفته شد. یعنی پنجمین عکس. بعدی میشه الان ما بالای میدی کم عکس گرفتیم. خب بین آزمایشگاه کریستا و نیوبکس اینو خیلی اشتباه میگیرید. این الان ریست شده، خب اسمش عوض شده. دقیقا میشه کجا؟ دقیقا میشه بین این دوتا آزمایشگاه که الان برای اورانوس و برای نایت وینر شده. خب بین اون دوتا هست که الان بریم بهتون نشون بدم کدوم قسمتشه که بتونید این مرحله رو هم تمام کنید. رانندگی و رازندگی. این پا بعد چی کار میکنید اینجا؟ حالا من جاشو شما اومدم میام اینجا قسمت بالا و میکنید بین این دو سایده، بین این دو تا خونه میشه اینجا بین آزمایشگاه اورانوس و نایت وینر که من این اسمش هم توی اون عوض میکنم لیستش. اینجوری عکس میگیرید. بعد این الان شیشم لوکیشن خیابون سمت راست بانکی که وام میگیریم. خب یعنی بانکی که شما وام میگیری خیابون سمت راستش بالای تانکر یه همون جایی که جای پوتسون CIA اگه اشتباه نکنم اون قسمت میرید بالای تانکر آبی رنگیه و اونو عکس برداری میکنید که الان بریم با هم دیگه عکس برداری. من ویدیو رو بعضی موقع کات نمی‌کنم وسطش رو تا شما دقیقاً جاشو بفهمید. بگم اگه برم همون نقطه شروع کنم خب نمیدونید که کجاست و این دقیقا میشه همینجا. اینجا رو دقیقا این قسمت بیرید سمت راست اون بالای تانکر. حالا اینو نمیدونم آبی رنگه چه رنگه سبز لجنیه. این هفتم 7 تا از 25 تا. بعدیش میشه پشت مدیک داخل دونات
میشه پلیس به علاوه 10 دیگه. این دوناتش، این هم پلیس به علاوه 10 که میایید این قسمت اینجا پیاده میشید و عکستون رو میگیرید. خب این یکم دلغ داره، میایید این ور اون ور کنید عکس بگیرید. تمام شده. این هم از 8 تا از 25 تا. بعد خونه سمت راست هتل فرودگاه. الان باید بریم اونجا. هتل سمت راست، خونه سمت راست هتل فرودگاه که میشه یه خونه هستش اونجا، دوربین هم هست اگه اشتباه نکنم. بس همونجا عکس بگیرید. شهر چه شلوغ شده این تایم، کلا شلوغه سرور. خب الان فرودگاه اینجا بریم. خب اینجا میایم این قسمت و خونه سمت راست میشه اینجا. یا دوربین هم اونجا هست میتونید بردارید اگه دوربینتون تمام شده باشه. این هم ازش عکس بگیریم. خب 9 تا از 25 تا. خونه سمت راست هتل فرودگاه رو گرفتیم. حالا بالای هتل فرودگاه که میشه اینجا، نشنا کنید این قسمته که دوربین رو در میاریم و دوباره عکس برداری میکنیم. یکم عقب جلو کنید، زومش رو عوض کنید، نمیدونم جاتون رو تغییر بدید وقتی عکس میگیره. همین عکس 10 تا از 25 تا. خونه سی جی گروه سیرید دیگه، همشتون باش خاطره دارید، بچگی یادتون ساخته دیگه، همه بلدید. حالی بریم یکی هم بهشون نشون بدیم. گروه سیرید خونه همون. پیکان چی کار میکنی پیکان؟ این محله گروه سیرید و اینم جای عکس برداریش که اینجور دوربین میگیرید و عکس میگیرید. 11 تا از 25 تا. خب پینت بال، بالای پینت بال اونجا هم هست. بریم بالای پینت بال هم بگیریم. میشه اونجا. خب پینت بال هم سیفزون داره، سعی کنید از سیفزونش بیرون باشید دوباره. خب این هم از این 12 تا از 25 تا. کاپ بزنیم. تونل جلوی کارشاپ. تونل جلوی کارشاپ میشه اون بر. کنترل منم باک پنل شدم کنم، نمیدونم کرش کنم یا نه. ولی برسیم به اون تونل جلوی کارشاپ هم واسه شما بگیریم دوباره کرش کنم. تونل جلوی کارشاپ میشه سمت کارشاپ اون بر. کارشاپ اسمش هم چی بود؟ وارگوس بود، وارگو بود، نمیدونم چه چیزایی بود. بریم که پرواز. خب این هم از بالای تونل کارشاپ که عکس گرفتیم و 13 از 25 تا. بریم سراغ بعدیش، معارف آزادی خیابون سیویلیان بالای ساختمون. این هم خیلی هاتون گمراه کرده که کجا هست اینا. بریم یکی هم دیگه ویدیو اول بنزین هم نداریم برس. آموزم بنزین دام میکنیم نگاه نموزاری 1%. وای چه جایی بنزین تمام کرد. برو 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 برو. ای لعنت به این شانس. خب سرویس مکانیک بریم. سرویس مکانیک. خب سرویس مکانیک داریم تا بیاد ما بریم این عکس بگیریم. دقیقا هم اینجاست. این هم جای عکس برداری پیش معارف آزادی خیابون سیویلیان بالای ساختمون که میشه این قسمتش. این هم عکس گرفتیم. الان میشه
تا 14 از 25 تا که بیاد. الان اینو بزنیم و بریم سراغ بعدیش. خب دوستان بعدیش میشه بالای سیویلین برج ساعت که میشه این قسمت. اینجا هم سیفزون داره، حواستون باشه که از سیفزون بیایم بیرون و عکس برداریم. 15 تا از 25 تا، یه 10 تا دیگه مونده، اینم تمامش کنیم. خب تابلوی راکستار 4 را LS. 4 را LS میشه اون بالا که روی حروفش رو فکر کنم بریم بگیریم. این قسمت اینجا، اینم 4 را LS که بالای S راکستاره. چیکار کنم عکس بگیری؟ گرفت. 16 از 25 تا. بریم سراغ بعدی که میشه سمت راست تویز شاپ بین ورودی. تویز شاپ فکر کنم 2 تا داره که بریم هر 2 تاشو اونجا بگیریم. این قسمت وای میسیم، پیاده میشیم. یه دونه گفته که نزدیک تویز شاپ بالای ساختمون نیمه کاره. یه دونه هم گفته سمت راست تویز شاپ بین ورودی. خب این ساختمون نیمه کارهش میشه این که الان اینجا عکس گرفتیم. این 17 از 25 تا. یه دونه هم توی این خونه هست که الان مپری شده، فعلا نکردن. این بالاشه. این هم میشه 18 از 25 تا. اسکلتو. بریم الان سراغ بعدی. بعدیش میشه نوک کشتی بغل فیش 1 که بریم اونجا ببینیم. نوک کشتی بغل فیش 1 میشه این قسمت که شما بیاین اینجا ماشین رو میذارید و این نوکش میشه اینجا که بیایید این سمت و دوربین رو بردارید عکس برداری کنید. اگه قبول کنه که قبول کنه. 19 از 25 یکم با اون زومش شما بازی کنید عکس میگیرید، جاتون عوض کنید تمام دیگه نمیخواد. خب میشه بعدیش آخر خیابون کارشاویرانی بالای تابلو. حالا اینا پرت و پلا نوشته شده، میتونست نزدیک هم بنویسه همه تمام بشه. خب ولی ما هم دیگه به ترتیب اون نوشته دارم برای شما میرم تا یه بار اگه یک کدوم نتونستید برید اصلا به ترتیب باشه. الان بریم سراغ آخر خیابون کارشاویرانی بالای تابلو. میشه این قسمت بیاین آخر خیابون کارشاویرانی. مثلا نه اینجوری نوشته میشد، حالا میگفتن نزدیک بانک، پارک، نمیدونم مثلا پارکینگ بانک مرکزی، تابلوش اینجا بالاش میشه اینجا. قسمت HD شو روشن کنم، HD فارسی سازو. خب چی میگه؟ عدد 10 را به 021 پیامک کنید. 30% تخفیف تابستان. عکس بگیر برید. این 20 تا از 25 تا. سمت راست اد بالای خونه. الان ما از پیش اد اومدیم، الان از اون رو بریم پیش اد که اونو بگیریم. خب میشه سمت راست اد بالای خونه. بریم سمت راست اد بالای خونه میشه این قسمت. پیاده میشید، این یه خونه اینجا سر این عکس میگیرید و تمام. 21 از 25. هر چیز دیگه همونده، 4 تا دیگه مونده، اینم میریم تمام کنیم و جایزش هم بگیریم. هم 25 روز بگیرم روی جایزه. روبروی دادگستری روی تابلوی راکستار پارک. نگیریم. روبروی دادگستری میشه این روبروش. این هم تابلوی راکستار که اینجا دوربینو برمی‌دارید عکس میگیرید. همین راحتی. 22 از 25. بریم سراغ بعدی. سمت چپ HQ CIA آخر اون شیها.
که میشه یه دیوارچینی مانند هستن تو آب. بکنم اونجا رو بریم ببینیم و عکس برداریش انجام بدیم. HQC این میشه این قسمت اینجا. اینو میایم پایین، این شیء ها رو اینا رو میگن آره اون نوک شد. اگه دقت کنید میشه اینجا. اینم و عکسشو میگیریم. حتما نباید زوم باشه، دورترم باشه قبول میکنم. 23 از 25. خب بریم کلبه خارج از شهر نزدیک آزمایشگاه همون اورانوس با نایت وینر که گفته بودش. اون بالای کلبه هستیش، باید بریم اونجا عکس برداری رو انجام بدیم. بریم سمت کلبه یا سینتش. خب اینم کلبه خارجی از شهر دم درشه. بیا اینجا بقیل و اینم از 24 دیگه. باید کجا بریم؟ سمت راست پنت هاوس بالای مجسمه آر. خب اینو که ما عکس گرفتیم الان. پیچ مانند بالای خیابون پینتبال، بالای پیچ روی ساختمون. خب اینم خیلی مشکل داشتید ایناش. اینجا من این اولیش بود، اینو دیگه آخری گفتم. اینو دیگه به بزرگواری خودتون ببخشید. این قسمت اینجا میریم بالا، فقط چپ نکنم. همه دارن میریزن رو هم رد کردیم. با آخرین لوکیشن عکاسی میشه این قسمت که میایم بگیریم کتشو و عکسو بگیر، تمام بشه بره. دیگه هم دیلی داره، نمیدونم برای چی سرور، ولی فکرم دیگه آخرین عکس هم گرفته شد، همون شد دیگه. اینم جایزش. من نتورک اینم مشکل جایزش گلد بود. چرا اینجوری شد؟ یا مشکل از سروره. در بازواستی میشه. نت که اوکیه ولی پینگه. مشکل از چیه؟ ولی خب اینم از آخرین مکان عکس برداری بود که یه دونه هم اولش پیش پرنت بود گرفتم و تموم شد. و جایزه آخرش هم بکنم به شما 250 تا دونه گلد بده و همین. نه شد. خب امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. تا ویدیو دیگر بدرود.